تو این ویدیو یه سری مشکلات رایجی که هست برای اجاق گازا پیش میاد میخوام براتون توضیح بدم. بعضی مواقع امکان داره که از دور گاز اجاق گاز بوی گاز ایجاد بشه، یا مثلا مشتری یا اون کسی که از گاز داره استفاده میکنه بوی گاز پخش بشه و اینکه اذیت بکنه. اولین چیزی که شما میرین چک میکنین شیر گازه که نزدیک اجاق گازه. با کف و صابون یه چک میکنید ببینید گاز میده یا نمیده یا از همینجا هست. اگر نمیداد قسمت زیر گاز که شلنگ متصل شده اونم باز کف و صابون بستش رو چک میکنید، کف و صابون میزنید ببینید از اونجا نشتی داره یا نداره. و اگر این دو قسمت رو چک کردین دیدین بوی گاز هست هنوز جاریه که باید زنگ بزنید متخصص و بیاد ابیابی کنه ببینید از زیر گازتون کجا مورد نشتی داره که براتون ایرادش رو رفع کنه. دومین مسئله اینه که امکان داره شعله گازتون کج بسوزه. یعنی شما این شعله رو که روشن میکنی این شعله نصفه بسوزه یا یه مقدارش روشن باشه یه مقدارش روشن نباشه. کاری که شما میکنی پولکی رو میذارید کنار، این سرشعله رو بند کنید با یه مسواک یا با یه فرچه لای این شیارا رو شروع میکنید تمیز کردن، چون امکان داره لای این شیارا در اثر مواد تمیز کننده یا سر رفتن غذا گرفته شده باشه که یک مقدار مسیر گاز رو بسته باشه شعله نصفه بسوزه. در غیر این صورت امکان داره این سرشعله دفرمه شده باشه و شعله نصفه بسوزه که اینم اگر دفرمه شده باشه باید از سرویسکار مجاز یا مرکزی که قطعات مناسب و استاندارد میفروشن بتونید تهیه بکنید تا بتونید استفاده بکنید. یکی دیگه از مشکلاتی که امکان داره برای گاز پیش بیاد صدا دادن هوای زیاد از سرشعله است، مخصوصا پلوپز که شما موقعی که اینو صدا میکنید با یه صدای ناهنجار مثل هوای زیاد برخورد بکنید که این مشکل فنی نداره و هیچ مشکل جانی ایجاد نمیکنه، ولی چون فشار گاز ساختمونتون از یه حدی بیشتره این باعث میشه که این صدا ایجاد بشه. شما میتونید با کم کردن شیر گاز از طریق خود شیر گاز یا ولوم این صدا رو قطع بکنید و هیچ فرقی هم نمیکنه، احتراقش همونه، فقط شما صدای فشار گازتون رو کم کردید.